دمیان خفو زنجیر که من تویم کردم هر بزار دایم باشد سمایا خزازیده وزیان حرام من باید خجو خیال تو و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری نه سنگسارها نه پای چوب دارها نه گریه های بارها نه ننگ و آرها جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری پای چوب دارها نه گریه های بارها نه ننگ و آرها جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری لا 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 mattina appena alzata oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 alla mattina appena alzata ieri sai mi tocca andare e fra gli insetti e le zanzare oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 e fra gli insetti e le zanzare duro lavoro mi tocca capo in piedi col suo bastone oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 il capo in piedi col suo bastone e noi curve a lavoro e noi curve a lavoro il capo in piedi col suo bastone oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 il capo in piedi col suo bastone e noi curve a lavorare. La la la, la la la, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la la la. Mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia. Oh che tormento io ti invoco ogni doma ed ogni ora che qui passiamo oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 ed ogni ora che qui passiamo noi perdiamo la gioventù ma verrà un giorno che tutte quante oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 ma verrà un giorno
باغچه. نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، بترسید بترسید ما دیگه با هم هستیم. زن زندگی آزادی صلح و امید و شادی، زن زندگی آزادی صلح و امید و شادی. از برف سرخ آبان تا ماست سیاه کیهان، غربت بیرنگ افغان چه دیدی ایران. هی بذار آزاد بشه زن، نترس از ذهن و از تن، نفس بکش بس کشتن، بذار وطن شه وطن. هی فقر و بندگی، ز حاصل رنج کار و خستگی مان تنیده اند تار و پود بردگی. سپاه کاریم و توده های محرومان، به جان شوند رهروان راهمان، چو آخرین نسل بردگان. درودهای انقلابی من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کامله. یک بار دیگر با پخش زنده ویژه اعتصابات و اعتراضات سراسری در ایران در خدمت شما هستیم. عزیزان بیننده، شما میتونید از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیونتون هست در طول شبانه روز از طریق تلگرام تصاویر، ویدیوها و پیام‌های خودتون رو برای ما بفرستید. همچنین سوالاتی که دارید رو میتونید از مهمانان عزیز برنامه بپرسید. اعتراضات سراسری 3 روزه در یادبود 3مین سالگرد آبان خونین 98 و در امتداد قیام و اعتراضات جاری با اعتصابات گسترده در سراسر ایران آغاز شد با شعارهایی از جمله حکومت بیچاره، آبان ادامه داره. امروز هم سراسر کردستان یک پارچه در اعتصاب و اعتراض بود با شعارهایی همچون از کردستان تا جلفا قدرت به دست شورا و از کردستان تا جهرم قدرت به دست مردم. برای ارزیابی از این انقلاب و همچنین آبان خونین همراه هستیم با رفیق حسن رحمانپناه، عضو کمیته مرکزی کامله و عضو حزب کمونیست ایران. رفیق حسن سلام و درود، خیلی خوش اومدید. من هم به شما همکارانتون و همه بینندگان حزب کمونیست ایران عرض سلام و احترام دارم و در خدمتتون هستم. رفیق حسن، امروز مردم با توجه به فراخوان‌هایی که
به صورت گروهی در شبکه‌های مجازی و حتی فردی و دستی داده شده بود نسبت به 3 روز اعتصاب در پاسخ به 3مین سالگرد آبان خونین. ما دیدیم که عملاً پشتیبانی خیلی عظیم و گسترده از این فراخوان‌ها شد. شما این پشتیبانی رو چطور ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید این همه پشتیبانی یکپارچه ناشی از چیه؟ قبل از هر چیز اجازه بدی به همه جانباختگان رویدادهای اخیر، به بیش از 1500 نفر جانباخته رویدادهای آبان 98 درود بفرستم و عرض احترام بکنیم برای خانواده های عزیزشون و یادآور بشیم که این خونها داره در واقع دار آزادی و آبیاری میکنه و همون فداکاری ها، همون جان بشانی ها امروز داره به ثمر می نشینه. اعتراضات امروز و اعتصاباتی که فراخوان داده شده بود در واقع به مناسبت 3مین سالگرد رویداد آبان 1398 در این روز، در شرایطی که هیچ کسی اطلاع نداشت، مقامات جمهوری اسلامی به یک معنا مردم رو غافلگیر کردن، قیمت مواد سوختی و بالا بردن و یک شوکی رو به جامعه وارد کردن. از سوی تعرض بود به سفره بیرونق مردم کارگر و زحمتکش و از سوی دیگر امتحانی بود برای زور آزمایی مردم با توده های تحت استم در ایران. در اون شرایط که هنوز آمادگی به حد امروز به حد اعلای خود نرسیده بود، مردم اعتراض کردن، نارضایتی کردن و در 3 روزی که به 3 روز خونین آبان معروفه، بیش از 1500 نفر از مبارزین، از آزادی خواهان، از مردم ایران رو قلع و قم کردن و جان باختن و عده خیلی زیادی و هم دستگیر کردن که تعدادی از همین عزیزان در زندانهای جمهوری اسلامی جان باختن. اعتراض امروز، فراخوان امروز در دل اعتصاباتی که از 59 روز قبل آغاز شده بعد از جریان مرگ ژینای عزیز در شهر ساقز که به طور وحشیانه در تهران ایشونو به قتل رسوندن و مراسم خاکسپاریش جرقه اعتراضات 2 ماه اخیر رو زد. در دل این وضعیت، در دل اعتراضات، اعتصابات، 2 بار اعتصاب عمومی در کردستان و چندین بار اعتصابات پراکنده دیگر، در دل تظاهرات هایی که امروز داره به یه سنت تبدیل میشه، در دل اعتراضاتی که بیش از 950 نقطه ایران رو تا حالا فرا گرفته، در بیش از 150 شهر ایران درگیر شدن، در اعتراضاتی که تاکنون متاسفانه بهای زیادی هم دادیم، حدوداً 345 نفر تا 350 نفر آمارهایی که هست جان باختن و 15 تا 16 هزار نفر هم دستگیر شدن. در دل این امواج اعتراضی و نارضایتی عمومی که پایه های استبداد مذهبی در ایران و بلرزه در آورده، سازمان ها، جوانان، نیروهای معترض فراخوان دادن، از جمله نیروهایی که هم فراخوان دادن هم پشتیبانی کردن. اطلاعیه مشترک کومله و سازمان رایکاری، حزب کمونیست ایران و سازمان رای کارگری و همچنین سازمان کردستان حزب ما کومله هم جداگانه اطلاعیه‌ای داد و از این اعتراضات و مبارزات حمایت کرد. در دل این وضعیت و خیلی از سازمان‌ها و احزاب دیگر هم حمایت کردند و پشتیبانی کردند از این نارضایتی‌ها. این اعتراضات در دل جنبشی، در دل به یه معنا میتوان گفت انقلاب نوینی که سر سازش با جمهوری اسلامی نداره، توازن قوا و تغییر داده، شرایط و به نفع انقلاب داره دگرگون میکنه، زیر و رو میکنه. در دل این اعتراضات یاد اون عزیزان امروز به عنوان اولین روز گرامی داشته شد و اعتصابات گسترده‌ای کلا در تمام شهرهای کردستان، از ایلام تا کرمانشاه تا سنندج تا مناطق شمالی اعتصابات بود. در بیش از 40 دانشگاه شهرهای مختلف ایران اعتصابات بوده، در بازار تهران، در خیلی از شهرهای دیگر اعتصابات عمومی شکل گرفته و امروز هم بعد از ظهر از
با یک کمی تاریک شدن هوا در بسیاری از شهرها این اعتراضات به خیابان هم کشیده شده، این اعتصابات، و مردم دارن شعار میدن، دارن تظاهرات میکنن و خواستار و خواهان پایان دادن با عمر ننگین نظام فاشیسم اسلامی در ایران هستند. بله، سپاسگزارم. خب شما با توجه به اینکه این فراخوان در امتداد اعتراضات میشه گفت 60 روز گذشته بوده، توازن قوای بین مردم و نیروهای سرکوبگر رژیم رو چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر من هر چیزی که ما میبینیم در طول این 60 روز، یعنی فردا درست 60 روزه، امروز ما 59مین روز هستیم، در طول این 60 روز آنچه که ما بینیم تغییر به نفع جبهه انقلاب، سنگین شدن ترازو به نفع جبهه انقلاب و سبک شدن ترازو به ضرر جبهه ضد انقلاب جمهوری اسلامی. در طول این 60 روز اگه ما نگاه کنیم این اعتراضات سرتاسری شدن. مثلا اعتراضات همون آبان 98 رو نگاه کنیم، دیماه 96 رو نگاه کنیم، سال 88 و رأی منکوح اونو نگاه کنیم، با این اعتراضات قابل مقایسه نیست. هم به لحاظ گستردگی در ابعاد ایران، هم به لحاظ تداوم عمومی که اکنون در سطح ایران 2 ماه کم نیست برای اعتراضات نفسگیری که بین انقلاب و ضد انقلاب در جریانه، و همچنین شعارهایش. مثلا اعتراض 88 رو نگاه کنید، رأی منکوح، امروز خودتون دیدید در شهر مریوان، شهری که کمونیست ها، چپ ها به رهبری کاک فؤاد مبتکر اقدامات انقلابی و توده‌ای بودن، شعار میده از کردستان تا جلفا قدرت به دست شورا. این از ویژگی های انقلابه، این از ویژگی های حرکت های توده‌ایه، این از ویژگی های مبارزاتیه که هر روز مطالبات جدیدی رو مطرح میکنه تا به سرانجام میرسونه. بنابراین وقتی که نگاه میکنیم این استمرار این اعتراضات، همگیر شدن این اعتراضات و نارضایتیه، اشکال مختلف اعتراضات و به ویژه اعتصابات عمومی که امروز به عنوان خیلی از رهبران انقلابات در سطح جهان از اعتصاب به عنوان مدرسه انقلاب یاد کردن. مثلا لنین یکی از اون فعالین شناخته شده جنبش کمونیستی جهانی که میگه اعتصاب مدرسه انقلابه، انقلاب از سنگر اعتصاب زاده میشه، برخلاف برخی از اون چپ‌هایی که متاسفانه در حاشیه رویدادها هستن و چپ خارج کشوری هن. وقتی که ما در کردستان فراخوان اعتصاب عمومی رو دادیم نیشخند زدن و گفتن خب این چه وقت اعتصابه؟ در صورتی که اعتصاب اتحاد رو وجود میاره، همبستگی رو وجود میاره، روح آگاهی رو در انقلاب میدمه. به این لحاظ این عرصه های مختلف مبارزه که دارن همدیگه رو میابن، این جویبارهایی که دارن به رودخانه های عظیمی تبدیل میشن، بخشن از دل اعتصابات اجتماعی، از دل اعتصابات کارگری، از دل اعتصابات دانشجویان، از دل اعتراضات روزانه. و این عرصه های مختلف مبارزه هیچ کدوم علیه دیگری نیست، بلکه همدیگر رو تکمیل میکنن. بنابراین وقتی که اینا رو کنار هم میذاریم و اینا رو با دوره های قبلتر 43 سال که جامعه ایران همیشه معترض بوده، اعتراض وجود داشته، نارضایتی وجود داشته نگاه میکنیم، به نظر من هرچی میبینیم پیشروی انقلابه، تحمیل شرایط به جمهوری اسلامیه و در عین حال عقب نشینی خود رژیم است. ما میدونیم که رژیم های استبدادی به راحتی تسلیم نمیشن، تا آخرین قطره خونشون اینها دفاع میکنن، چون جایی ندارن، مکانی ندارن. مثلا قدرت دست به دست نمیشه، قدرت بایستی دیگرگون بشه، هم به لحاظ قدرت سیاسی، هم به لحاظ دستگاه های نظامی و سرکوبگر، هم سیستم اداری. بنابراین به این لحاظ بایستی عرض کنم که در طول این 60 روز اون چیزی که ما بینیم به نظر من پیشروی انقلابه، پیشروی جنبش توده‌ایه. مثلا همین امروز در دل همین اعتصابات کارگران ذوب‌آهن در محیط کارخونه رژه رفتن، شعار دادن و دست جمعی
به اعتراض و انقلاب توده ها پیوستن. این نشانه پیشروی حرکت ماست، نشانه پیشروی جنبش انقلابی و جنبش مردمی که در جریانه. بنابراین استمرار این حرکت ها، سرتاسری شدن این حرکت ها، رادیکال شدن شعارها و مطالباتی که در جریانه، به هم پیوستن اقشار مختلف مردم، از دانشجو که پیشتازن در این اعتراضات، از زنان که دین بزرگی بر این انقلاب دارن، از جنبش انقلابی کردستان که واقعا مایه گذاشته، از سیستان و بلوچستان، از جاهای دیگر، همه اینها، این حرکت های انقلابی این فضای عمومی جامعه ایران رو تغییر دادن و همچنین شایسته است که از خارج کشور هم یاد کنیم. توی همین مدتی که جوش و خروش انقلابی در ایران شروع شده، ایرانیان مبارز و آزادیخواه هم در خارج کشور به صف این مبارزات پیوستن و تأثیر گذاشتن روی فضای عمومی در کشورهای خودشون. وقتی در شهری مثل کلن در آلمان 100,000 نفر به خیابان میان، نمیتونه تأثیر نذاره روی صدر اعظم آلمان، روی پارلمان این کشور، روی حزب سبز در قدرت که سیاست‌هایشو نسبت به جمهوری اسلامی تندتر کنه. تأثیر میذاره، یا در کشورهای دیگر اروپایی، در کانادا، در امریکا، در همه اینا. بنابراین اگر خلاصه کنم، از نظر من هرچی که میبینیم سنگینی وزنه ترازو به نفع انقلاب، به نفع کارگر و زحمتکش، به نفع مردم به پا خواسته و به زیان استبداد مذهبی و فاشیسم مذهبی حاکم بر ایرانه. در صف مردم اتحاد به وجود اومده، در صف نیروهای جمهوری اسلامی تزلزل شاهدیم. این یکی از پیامدهای این حرکت انقلابی و یکی از دستاوردهای مبارزه همگانی مردم، مبارزه توده‌ای و مبارزه اجتماعی که این خصوصیات و این ویژگی هم با خودش به همراه میاره. بله، سپاسگزارم. رفیق حسن، شما از اعتصاب گفتین که داره به یه سنت تبدیل میشه، اما خب ما شاهدیم در طول 43 سال گذشته اعتصابات با شکوهی در کردستان روی داده که هر کدام برگ زرینی بر تاریخ پر افتخار کردستان بوده و دیدیم که در طول 60 روز گذشته و همچنین امروز که سراسر کردستان یک پارچه در اعتصاب بود، همیشه کردستان به عنوان یه نمونه ازش یاد شده. شما این اتحاد و همبستگی که بین مردم کردستان در شهرهای مختلف است رو در چی می‌بینید؟ ببینید، این اعتصاب و این روح همبستگی محصول یه شرایطیه که در طول 43 سال از عمر جمهوری اسلامی و از مقاومت مردم کردستان میگذره حاصل شده، یک شبه نیست. مثلا همون موقعی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید، خیلی ها خمینی رو در ماه دیدن، CNN و BBC و اینا به مبلغ امام کبیرشون تبدیل شدن و چهرهش رو در ماه به مردم ایران نشون دادن. همون موقع چپها و کمونیستا که در کومله بودن، اینو حقه‌بازی، اینو فریبکاری و اینو دروغ فریاد زدن. در نوروز خونین، در شرایطی که جمهوری اسلامی قصد داشت از همون روزهای اول کردستان رو مطیع کنه، کردستان مقاومت کرد و در چندین روز نبرد خونین که بر مردم کردستان در سنندج تعمیل شد و همه رهبران و چهره‌های اصلی جمهوری اسلامی برای مذاکره با نمایندگان کردستان به سنندج اومدن، کومله این حرکت رو سازمان داد و رهبر عزیزمون صدیق کمانگر وقتی که طالقانی گفت صدیق کمانگر کیه که فرمان خلع سلاح پادگان لشکر 28 صادر کرده، با غرور در میان جمع بلند شد، گفت صدیق کمانگر منم. وقتی که شما شهر منو گلوله باران کردی، مردم منو قتل عام کردی، منم در مقابل شما فرمان مقاومت دادم. این فرمان تاریخ ساز شد و طالقانی به پسرم، به این پدر مسن خود رحم کن، ناراحتی قلبی داریم، بشین صدیق جان، اینجوری صحبت کرد. از همون لحظه کردستان مقاومت کرد. حرکت های توده‌ای در کردستان، جامعه مدنی، اونی که ازش صحبت میشه، کاک فؤاد و کومله مبتکرش بودن در کردستان. کوچ مریوان، راهپیمایی شهرهای کردستان در حمایت از مریوان، ایجاد جمعیت ها بعد از سرنگونی رژیم استبداد سلطنتی
در شهرها، ایجاد نهادهای زنان و جمعیتها و همچنین اتحادیه‌های دهقانی، همه اینها اون حرکت هایی بود که آینده جنبش کردستان بر بستر اینا شکل گرفت. وقتی که خمینی در 28 مرداد این جلادی داعش صفت فرمان جهاد علیه مردم کردستان رو صادر کرد، این کومله بود در یک تکه کاغذ A4 فرمانی رو صادر کرد خلق کرد در بوته آزمایش. خلق کرد در طول این 43 سال در این بوته آزمایش سربلند بیرون اومدن و یکی از این ویژگی ها به نظر من حضور جریان چپ، حضور سوسیالیست ها و حضور کمونیست ها در جنبش انقلابی کردستان بود. جنگ ایران و عراق وقتی که شروع شد در اواخر تابستان 59، کمونیستای کردستان کوچکترین توهمی به این نداشتند و دفاع از ما میهن بر نخواستیم. گفتیم این جنگ ارتجاعیه، این جنگ ضد مردم ایران و عراق، در مقابلش ایستادیم، در مقابل فرمان جهاد خمینی ایستادیم. در رویدادهای دیگر بخشی از این چپ متاسفانه از توده، از رنجبران، از اکثریت از اینها تأثیر داشتن توی این شرایط. لیبرال ها عصای دست حکومت اسلامی و حکومت مذهبی بودن و استبداد مذهبی بر دوش اینها بنیان گذاشته شد، ولی کمونیست ها در کردستان تردید نداشتن که بایستی مقاومت کرد و بایستی سنگ روی سنگ گذاشت و اون شرایط محصول این فداکاری. در دل این وضعیتی که ما اعتصابات کارگری رو شاهدیم، اتحادیه صنعتگر رو در سنندج شاهدیم، در دهه خونین 60، در دهه‌ای که در خرداد 30 خرداد چه جنایت‌های جمهوری اسلامی مرتکب نشد. در سال 67 در دل اون استبدادی که به فرمان خمینی و بعد از پایان جنگ هزاران کمونیست، آزادیخواه، چپ، مجاهد و غیره و سلاغی کردن، در کردستان در شهر قهرمان سنندج اول ماه مه برگزار میشد. در دل این وضعیتی که اولین اعتصابات عمومی در 16 شهریور 84 به فرمان تنها کومله، اون موقع احزاب سیاسی دیگر در مقابل این فراخوان ایستادن، چون به سنت اونا نبود. در سنت ناسیونالیسم کرد بیشتر مبارزه مسلحانه و نیروی مسلحی که میا رهایی بخش، آزادی بخش، این بیشتر مد نظر بود، ولی کومله به عنوان جریانی که تجربیات حرکت‌های توده‌ای و انقلابی گذشته و داشت، در اعتراض به کشتار یکی از جوانان شهر قهرمان مهاباد، در اعتراض به یک ماه مقاومت و اعتراض به سرکوب، در تایید اعتراض و مبارزه و در ضدیت با سرکوب فراخوان اعتصاب عمومی داد و پیروزمند شد. بعد از اون در جریان اعدام فرزاد کمانگر و یارانش در 89 دوباره این اعتصاب این بار با همدلی احزاب سیاسی دیگر تایید شد. در جریان بمباران مقرات حزب دموکرات در 96 و در اعدام 3 جوان دیگر دوباره با هم در همکاری با احزاب سیاسی با هم دیگر این اعتصاب دوباره تکرار شد. و در جریان مرگ ژینای عزیز، یه روز بعد از خاکسپاری ژینا، فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان داده شد و این فراخوان عمومی شد و اعتصاب دیگری به فاصله 1 هفته. منظور به تاریخ این اعتصابات شکل گیریش اینجوری بوده و بر بستر این حرکت های انقلابی از مبارزه و مقاومت، از مبارزه مسلحانه، از رد رفراندوم آونای جمهوری اسلامی، از ایجاد تشکل های توده‌ای و مردمی، از همه اینا شکل گرفت. اگر امروز شعار داده میشه کردستان قلب انقلاب ایران، کردستان زاهدان چشم و چراغ ایران، این محصول کوههای کردستان نیست، محصول مقاومت انقلابی است که مردم کردستان در طول این 43 سال در برابر جمهوری اسلامی و این خونه‌های ارزشمندیه که در مقابل این جنایتکاران و سرکوبگران پرداخت شده و قدردانی از این زحمات و بی‌توهمی به این جریانات و به این سرکوبگری‌های جمهوری اسلامی و از جمله به لیبرال‌ها و به جریانات اصلاح طلب درون حکومتی هم هست. همون زمانی که دارودسته خاتمی اومدن و داشتن
مبارزه مردم رو به بیراهه می بردن. جریان ما چه به عنوان کومله چه به جریان حزب کمونیست ایران جریانات پیگیری بودیم که اینا افشا کردیم و حقانیت اون سخنان در حرفای دیروز و یک هفته قبل خاتمی اینو میبینیم که اینها رفیق انقلاب نیستن، اینا شریک دوست و رفیق قافله دوستا هستن. بنابراین بی‌توهمی به همه اینا محصول، به نظر من بخش عمدهش محصول چپ هست، محصول کمونیست هست، محصول کارگران آگاه، محصول کسانی که این سنت ها و پاس داشتن به پیش بردن. جمال چراغ ویسی هایی که اعدام شدن به خاطر روز کارگر، زنان مبارزی که تحمل از همون روز هم تحمل حجاب نداشتی. شما اگه جامعه کردستان و مثلا مراسم شادی رو نگاه کنی، هیچ خانمی رو نمیبینی که روسری و مخنعه و حجاب اسلامی رو داشته باشه. اگه در خیابان هم اجبار نبود و گاهن هم این پچه و چادرهایشون رو بالا میزدن، این بوی آزادی در کردستان یه واقعیتی بود و این به نظر من بخش زیادش محصول چپ‌ها و کمونیست است. بله رفیق حسن، شما از احزاب کردستان گفتین و از کومله و حزب کمونیست ایران. خب ما میبینیم در طول 2 ماه گذشته دیروز برای دومین بار سپاه پاسداران رژیم مقرات احزاب مخالف خودش رو در اقلیم کردستان موشکباران و به وسیله پهپادهای انتحاری منهدم کردن و بهش حمله کردن به این مقرات. فکر میکنید دستگاه فکری رژیم داره در فکر چه سناریویی هست، مخصوصا این که برای دومین بار این عمل رو تکرار کردن و همچنین کومله و حزب کمونیست ایران چه واکنشی نسبت به این حملات داشتند؟ ببینید، همچنان که خودتونم گفته این اولین بار نیست. قبلا چند سال قبل 96 بود اگر اشتباه نکنم، دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان که اون زمان 2 حزب دموکرات بودن، در حالی که نشست داشتن، پلنوم داشتن، این نشست حزب دموکرات رو هدف قرار دادن توسط یه جاسوسی که اونجا و قبلا شناسایی کرده بود و جی پی اس و مطابق معلوماتی که خود حزب دموکرات منتشر کرد گذاشته بودن. و در این رویداد تلخ متاسفانه 16 نفر از کادرها و رهبری حزب دموکرات جان باختن، حدود 50 نفری هم مجروح شدن. این اول باری بود که بعد از دهه 90 به این شکل و از طریق موشک و پهپاد جمهوری اسلامی این کار رو میکرد. دفعه قبل حدوداً 3-4 هفته قبل بود، بعض این اعتصاب عمومی کردستان بود که مقرات احزاب سیاسی و در کوی در همین زرگوزی که مقرات کومله و 2 جناح دیگر سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان و سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران حضور دارن، این مقرات رو هم پهپاد زدن. در این منطقه اطراف سلیمانی خوشبختانه تلفات جانی نبود، ولی در کوی مقرات حزب دموکرات و در پرده مقرات حزب آزاد کردستان متاسفانه تعدادی جان باختن. دیروز هم بعد از اون رویداد بار دیگر جمهوری اسلامی این اقدام رو تکرار کرد. در کوی 2 نفر از پیشمرگان حزب دموکرات جان باختن، 8 نفر مجروح شدن و خوشبختانه در همین منطقه زرگوز تلفات جانی نبود، اگرچه تلفات مادی به تعدادی از خونه هایی که خالی بودن البته به اونها هم ضرر و زیان وارد شد. این کاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده در واقع یه سناریویه که جمهوری اسلامی تصور میکنه اینو به مردم ایران تحمیل میکنه. تصور میکنه که این حرکت هایی که اکنون در کردستان و در ایران جریان داره نقش احزاب سیاسی، نقش کردستان به خارج از کردستان و دلیل این حرکت ها میخواد متصل کنه به خارج از مرزها، یعنی افکار عمومی و از رویدادهای داخل ایران منحرف کنه. ولی مثلا این دستگاه فکری جمهوری اسلامی اینقدر احمق تشخیص اینو نمیده. مثلا دانشگاه الزهرا که یکی از دانشگاه‌های بنیادهای فکری جمهوری اسلامی، در اونجا زنان به قول خودشون ایدئولوژی رو برای جمهوری اسلامی پرورش میدهند، اونا آیا از کردستان مثلا خط میگیرن، جهت سیاسیشون رو تعیین میکنه؟ یا کارگران ذوب آهن که امروز به محوطه کارخانه ریختن و شعار میدن
از کردستان بهشون خط داده میشه، یا مثلا شهرهای مذهبی مثل مشهد، مثل یزد که مراجع شیعه در اونها مستقرن، که رهبران مذهبی شیعه در اونجا دفن شدن، امام ششم و امام چندم و توی اون مناطق به قول خودشون مقدسن، ای اونا از خارج مرزها و از کردستان خط و جهت سیاسیشون رو میگیرن. یعنی جمهوری اسلامی و دستگاه فکریش به نظر من به افلاس رسیدن، به جایی رسیدن اون سناریو سازی هایی که قبلا اینا سازمان میدادن برای کشتار همین آبان. فراموش نکنیم که ماه کشتار دگراندیشان از مختاری و پوینده و دارویش فروهر و پروانه فروهر و خیلی از مجید شریف و خیلی از چهره های شاخص جنبش روشنفکری ایران این ماه جا هست که از اونا قدردانی کنیم، یادشون و گرامی بداریم. توی این وضعیت که جمهوری اسلامی اون سناریوها و به بخشی از مردم ایران تحویل داد، امروز دیگر این ممکن نیست. جمهوری اسلامی با این سناریو سازی های اطلاعات و سپاه پاسداران قصد داره وانمود کنه که این اعتراضات، این نارضایتی ها، این مبارزات از خارج مرزها داره هدایت میشه. این احزاب سیاسی کردستانن که محرک این جنبش اعتراضی بودن، در صورتی که اعتراضات و اعتصابات کارگری، نارضایتی سالانه زنان در کردستان، اعتصاب دانشگاه ها، 150 شهر که اکنون درگیر این اعتراضات هستند، 900 نقطه از ایران، عرض کردم آمارش و آمار واقعی این آمار رو از جاهای مستند من بیرون آوردم، درگیر این رویدادها هستن. اینها همهشون آیه تحت تاثیر جنبش کردستان. من خیلی دوست دارم اینجوری باشه، ولی واقعیت اینها محصول استبداد 43 ساله جمهوری اسلامیه. دیکتاتورها منطقشون اینه، قبول نمیکنه که مردم اینا قبول ندارن. خامنه‌ای پایش کنار گوره، قبول نمیکنه که مردم ازش نفرت دارن. این همه شعار به این اندازه شعار علیه شاه ندادن که گورشو گم کرد و ایرانو جا گذاشت و رفت. اینا تصور میکنن با موشک و با پهپاد و با حمله کردن به مقرات احزاب سیاسی این جنبشو میخوابونن. این خیال خامه. بنابراین قصد دارن اینو به بیراهه ببرن، افکار عمومی و متوجه خارج از مرزها بکنن و وانمود کنن که این احزاب سیاسی هن و از نظر اونا هم احزاب سیاسی هم وابسته به بیگانه هن. وابسته مثلا اون سناریوهایی که درست میکنه برای چند نفر جوان دستگیر شده در ارومیه که محل دستگیریشون اصفهان نشون میده که گویا اونجا دستگیر شدن، رفتن یک شهری در افریقا، در کشوری افریقا اینا آموزش دیدن، اومدن که یه مرکز اتمی رو منفجر کنن. خب این سناریوها از احمقای مثل تئوریسین ها و نظریه پردازهای سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برمیاد. بنابراین این غضبی که جمهوری اسلامی از کردستان داره، غضب از 43 سال مقاومته، از تسلیم نشدن. جمهوری اسلامی معلومه به لحاظ نظامی ما عقب نشینی کردیم، اومدیم اون ور مرزها، 20 سال فشنگم از اینجا نسبت به کردستان شلیک نکردیم، ولی با اراده در جنگ اراده تسلیم جمهوری اسلامی نشدیم و نمیشیم. این یه واقعیتی که جمهوری اسلامی اینو میدونه. بنابراین جمهوری اسلامی تصور میکنه با وابسته نشان دادن احزاب سیاسی مثلا به اسرائیل، به عربستان، به جاهای دیگر، این افکار عمومی ایران رو متوجه بیرون از مرزها میکنه و تصور میکنه با این قدرت نمایی وحشت و در دل مردم ایران ایجاد میکنه. این سیاست موشک پراکنی ادامه سیاست داخلی گلوله های آتشینیه که روزانه بر سینه جوانان، بر سینه زنان می نشینن. این گلوله ها و سینه شونو میشکافن و اینها به متاسفانه کشتار میکنن. بنابراین جمهوری اسلامی در این خواب و خیاله و تصور میکنه به این لحاظ مردم ایران و از واقعیت حرکت که نسبت نفرت به دین، حکومت دینی، نسبت به ادغام دین و دولت، نسبت به سرکوب زنان، نسبت به نبود آزادی، نسبت به این همه سرکوب‌های اقتصادی و اجتماعی، نسبت به همه اینا مردم نفرت دارن. مردم خواهان زندگی آزادی هستن. زن زندگی آزادی، زن یعنی برابری، زن یعنی عدالت.
زندگی یعنی یه زندگی بدور از دخالت نیروهای پلیس و سرکوب و اینا، و آزادی یعنی آب آشامیدنی، یعنی نون روزانه سر سفره مردم، یعنی احتیاجاتی که هر انسانی به اون احتیاج داره. مردمی که با این شعار اومدن، معلومه این یه مشت آخوند مرتجع و مانده و بیرون اومده از قهر تاریخ 1400 سال رو نمیخواد. این یعنی این. ولی جمهوری اسلامی هنوز گوشش اینا رو نمیشنوه و تصور میکنه با موشکایی که به خارج از مرزهای کردستان و مقرات احزاب سیاسی شلیک میکنه، با اینها میتونه افکار عمومی رو منحرف کنه. من دیروز در یه مصاحبه گفتم ما فردا جواب این تعرض و لشکرکشی های به اصطلاح هوایی جمهوری اسلامی در خیابان ها خواهیم داد و همین کار رو هم مردم نه تنها در کردستان، در ایران هم کردن. تا جایی که به مواضع کومله مربوط میشه، معلومه موضع کومله موضع شفافیه، کومله علیه این اقدامات بوده. هر دیروز اطلاعیه دادیم، این اقدامات رو محکوم کردیم، از مردم کردستان، از مردم ایران درخواست کردیم که در خیابان جواب این زورگویی ها و این قلدرمنشی های جمهوری اسلامی رو بدن و به نظر من این جواب رو ما از این مردم گرفتیم و قدرشناس این مردم آزادی خواستیم. بله، سپاسگزارم. خب با توجه به حرفایی که زدید و آنچه که ما در ایران و کردستان می‌بینیم، شما وضعیت سیاسی امروز رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ به نظر من جامعه ما وارد مرحله نوینی شده. این اعتراضات، این اعتصابات، به ویژه امروز میتونیم ادعا کنیم که شرایط نسبت به همین 58 روز قبل تغییر کرد. بخشی از اون نیرویی که در انتظار نمیشه، انقلاب اینجوریه، یه عده‌ای شروع میکنن، از جاهای شروع میشه، یه جای جرقه و میزنه، جاهای دیگه ادامه میدن، بخشی نظاره‌گرن. امروز حرکت اعتصابی امروز بخشی از این توهم شکست و توده وسیعتری به نظر من در روزها و هفته‌های آینده به این انقلاب نوین، به این انقلاب زن، زندگی، آزادی، به انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی خواهند پیوست. این ارزیابی منه و من تصور میکنم روح اتحاد میان مردم بیشتر میشه. تصور میکنم اون سیاست به اصطلاح وحشت جمهوری اسلامی بیشتر در میان نیروهای خودشون میمونه و مردم دیگه ترس نداره. انقلاب با خودش شجاعت میاره، فقط همه اتحاد نیست، شجاعت هم میاره. مردم شجاع میشن، مردم همبسته نمیترسن. مثلا شما نگاه کنی همون ابتکاراتی خیلی همی گفتن از همین چپای حاشیه‌ای، سومین روز جان باختن و چهله و هفته و اینا روز مذهبیه. چرا مردم میرن برای این؟ ولی مردم نه تنها این روزها از حالت مذهبی و حالت انقلابی در آوردن، توی اونجا سرودهای انقلابی میخونن. این دیگه کجاش مذهبیه؟ این 3 روزه و یه هفته و چهله جانباختگان که هر روز در گوشه ای از ایران صدا بلند میشه با شعارهایش، با خواستهایش، با مطالباتش، این ناقوس مرگ جمهوری اسلامی و روز به روز بیشتر نزدیک میکنه و بیشتر به صدا در میاره. بنابراین من واقعا تصور میکنم که انقلاب ما امروز یک گام به پیش رفت با این اعتصابات و اینو نشون داد که در جریان انقلاب توده‌ای تنها یه راهکار، تنها یه شیوه از مبارزه این نمیتونه تاکتیک مناسبی باشه، بلکه تجربه کردن همه تاکتیکای مبارزاتی، از اعتصاب، از تحسن، از اعتراض، از تظاهرات، همه اینا هم دیگر رو تکمیل میکنن. برای حزب انقلابی و به ویژه برای حزب ما، حزب کمونیست ایران، هیچ کدوم از اینها بدیل هم دیگر نیستن. ولی تا اون مرحله نهایی که به قیام سرتاسری میرسه و فاصله قیام حدی اکثرش یه هفته، مثلا ما شاهدیم در انقلاب اکتبر که لنین یه پرکتیسین برجسته‌ای بود، حتی روز قیام تعیین میکنه، میگه 23ام زوده، 25م دیره، در 24م اگر اشتباه نکنم تاریخش ممکنه یه روز اینور اونور باشه، ما در اون روز بایستیم قیامون رو فراخوان بدیم و کار تزار رو یکسره کنیم، کارشو تموم کنیم. یا همون قیام ضد استبدادی رو نگاه کنید، 10 روز طول میکشه. اون 10 روزی که جمهوری اسلامی اسمشو گذاشت دهه فجر و مردم ایران به درست گفتن دهه زجر و اومدن خمینی، 10 روز طول کشید. و بنابراین این حرکتی که شروع شده، این حرکت داره به پیش میره، نیروی بیشتری بهش میپیوندن، شعارها و مطالباتش بهش
تازه و مطرح میکنه از کردستان تا جلفا قدرت به دست شورا، این یه شعار تازه و امروزی و رادیکاله در برابر نه رهبر، این تکمیل کننده اون شعاری که ما نه رهبر رو میخوایم، نه سلطنت رو میخوایم، نه حکومت مذهبی رو میخوایم، نه این نوع لیبرال هایی که فردا بیان حکومت مردم و انقلاب مردم رو بدزدن. مردم ایران طرفدار این نیستن و انقلاب نوآوری میکنه. تمام انقلابات دنیا رو نگاه کنی، مثلا همین بحث شورا که امروز در ایران، در سنندج، در مریوان، در تهران، در دانشگاه ها، این 115 سال 117 سال قبل در انقلاب 1905 کارگران روسیه مبتکرش بودن، ولی امروز به یه امر همگانی تبدیل شده. در همه انقلاب‌ها شورا میشه شعار و این مطالبات دیگری که مطرح میشه. بنابراین من تصور میکنم روند رویدادها رو به پیشه و تصور میکنم ما در هفته‌های آینده شاهد خستگی بیشتر نیروهای رژیم هستیم و این کاریه که انقلابیون بایستی انجام بدن. ما بایستی بخشی از توجهمون متوجه نیروهای سرکوبگر باشه. این شعاریه که همون زمان لنین وقتی که متوجه میشه جنگ جهانی ضرر و زیان زیادی و در میان نیروهای تزاری به وجود آورده، بر رفقایش پیغام میده. زمان که در سوئیس پیام برایشون میفرسته، نامه مینویسه به سربازان صفوف نیروهای ارتش تزاری رو ترک کنی و به صفوف انقلاب بپیوندید. حالا وقت اینه ما بایستی خطاب به این نیروها هم اطلاعیه بدیم، فراخوان بدیم، فرمان بدیم و بهشون بگیم که برادران و خواهران و عزیزان خودمون نکشید. جوانی که در کردستان میره مثلا توی سیستان و بلوچستان یا برعکسش یا میره مشهد، بایستی احساس کنه اون کسی که اومده توی خیابان خواهرشه، برادرشه، در سنندج و سقز یا برعکسش در تهران احساس نکنه که این میره ضد انقلاب رو میکشه، بایستی احساس کنه که خواهر و برادر خودش و سوی اونا تیراندازی میکنه. بنابراین بایستی ما فراخوان به این نیروهای مسلح رژیم، میدونیم فرماندهانشون اینقدر جنایت کردن، اینقدر توحش و کثافتکاری کردن، اینا میمونن با خامنه‌ای و دار و دستش، ولی اینا یه اقلیت محدودی هستن. اکثریت این نیروها میتونن راه بازگشتی داشته باشن و حداقل یه زندگی شرافتمندانه داشته باشن. نکته دیگر به نظر من مراکز کارگریه. هنوز جنبش کارگری به انتظاری که ازش میره کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما، این رهبر سرسخت ما کجاست؟ این رهبر سرسخت بایستی وارد این عرصه از مبارزه بشن. این مهمه. جنبش کارگری اگر شیرهای نفت رو در 57 بستن و کمر رژیم سلطنتی رو شکستن، امروز هم بایستی تانک ها و سلاح ها و هواپیماها و پهپادهای جمهوری اسلامی و با اقدام عملی و انقلابی خودشون اینا رو زمینگیر کنن، اینا رو خرابکاری کنن در دل نیروهای دستگاه های استبدادی از انسانیش تا لوجستیکیش. و همچنین بازار در این اعتراضات مهمه. بازارم پیوستن بازار به این حرکت ها بسیار مهمه و امیدوارم در روند پیشروی ما این بخش‌های دیگر رو هم داشته باشیم. عذر میخوام، شما موانع پیوستن کارگران رو به عنوان یه جنبش، به عنوان یه طبقه با لباس خودشون در خیابان‌ها رو چطور میبینید؟ چه موانعی هست که کارگران، مثلا امروز اشاره کردیم به کارگران زابهن اصفهان که رژه رفتن با شعار وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه، اما چرا دست جمعی به عنوان یه جنبش به خیابون نیومدن هنوز؟ ببینی کارگران در اعتراضات و اعتصابات خیابانی شبانه هستند، ولی به عنوان کارخانه، به عنوان مرکز تولید نیومدن. و الا اون دانشجویی که شعار میده رهبر فرزند کارگرانیم، از استثمار بیزاریم، اون صدای در واقع اعتراض پدر و مادرش هم میرسونه. فرزند کارگره، واقعا تعارف نمیکنن یا اینو همین الکی نمیگن. فرزند کارگران، اکثریت دانشجویان، دانش آموزان، محصلین، معترضین، اینا همون فرزند اون کارگرانی هستن که در کارگاه و کارخانه ها هستن. ولی میدونیم که جنبش کارگری نیاز به رهبر داره، نیاز به تشکل داره، نیاز به سازمان داره. اینکه جمهوری اسلامی در طول 43 سال گذشته اجازه نداده کوچکترین نهاد انقلابی در این جامعه سر بر بیاره، به خاطر امروزه.
جمهوری اسلامی میدونست اگر کارگران متحد بشن، اگر متشکل بشن، اگر اجازه اعتصاب داشته باشن، اجازه اعتراض داشته باشن، اجازه حرکت های دست جمعی داشته باشن، خیلی زود این گندابی به اسم جمهوری اسلامی رو جاروب میکردن، نمیذاشتن در علیه قدرت باقی بمونه. بنابراین جنبش کارگری ایران از سازمانش محرومه. مثلا همین چند سال اخیر رو شما نگاه کنید، جنبش بازنشستگان رو نگاه کنید، جنبش معلمان رو نگاه کنید که رهبری داشت، رأس داشت، تشکیلات داشت. وقتی فراخوان میداد، یه فراخوانشون تا جایی که من به یادم سال گذشته بود در حدود 500-600 شهر ایران جواب گرفت. این جواب چی بود؟ جواب سازمان بود، جواب تشکیلات بود، جواب یه شعار مشخص بود، جواب یه مکانی بود که تعیین کرده بودن. این به نظر من بخشن به این مربوط میشه، به این نبود تشکیلات، بخشن به اون استبدادی مربوط میشه که جمهوری اسلامی بیشترین فشارش علیه جنبش کارگری بوده و خودشون میدونستن که در واقع جنبش کارگری قلب هر جنبشی در جامعه هست. اگر این جنبش کارگری ایران که امروز میگن 20 میلیون کارگر شاغل داریم در این جامعه، 20 میلیون هم خانواده دارن، این 40 میلیون، 20 میلیون هم حواشی دارن، خب این 60-70 میلیون اکثریت اون جامعه میشن. اگر این 20 میلیون اراده کنن و یه روز همه چرخهای تولید و از تولید باز بمونه، چه اتفاقی میفته؟ فقط تصور کنی کارگران نانواخانه در سطح ایران 2 روز نانواخانه هاشون رو ببندن، مردم از گرسنگی، سرمایه‌دارها قبل از هر کسی از گرسنگی میمیرن، چه برسه به دیگران. کارگران رفتگر، کارگرانی که دارن خیابان و کوچه و محلات شهرها و تمیز میکنن، اینا یه هفته سر کار نرن، این سرمایه‌دارها از کثافت محلات خودشون از بین میرن، از این بوی تعفن خودشون از بین میرن. بنابراین هر بخشی از جنبش کارگری، چه برسه به جنبش به بخش صنعتیش، یا مثلا اداراتش رو نگاه کنید، بخش خدمات درمانی رو نگاه کنید، فراخوان بدن که مثلا از روز فلان تا فلان ما کار، البته این کار به ضرر جامعه تمام میشه، انسان‌های مریض زیادی جانشون رو از دست میدن و اینا. ولی مثلا بخش صنعت نفت، پتروشیمی ها، کارخانه های ماشین و تراکتور سازی، اینا به اعتصاب بپیوندن. کارگر چیزی نداره از دست بده، هرچی از دست میره از دولت ضرر میکنه، سرمایه‌دارها ضرر میکنن، زیانمند میشن و این جنبش اتحاد بیشتری به وجود میاره. بنابراین نبود تشکیلات، نبود اجازه اعتراض و اعتصاب، دیکتاتوری و استبداد مذهبی، تبعید رهبران زیادی از کارگران و مبارزین کارگری که به خارج از کشور استبداد دهه 60 و 70 و اینا کشور رو خارج کردن، پا به سن گذاشتن و جانباختن تعدادی از این رهبران و رهبران جوانی که اومدن و مضافاً به نظر من نقش چپ و عنوان جریاناتی که در خارج کشور مدام مشغول خودخوری بودن، مشغول انشعابات بودن، چون پایگاه چپ جنبش کارگر اگر چپ باشه، من کاری به جریاناتی مثل حزب توده و اکثریت و اینا ندارم، چپی اجتماعی منظورمه، چپی انقلابی منظورمه، چپی که خودش رو به جنبش کارگری تعریف میکنه. این انشعابات و اختلافات و اصلا پاشیدگی هم تأثیر داشته روی جنبش کارگری، نمیشه اینو کتمان کرد و اینو به عنوان نقدی از خودمون بایستی رو به جامعه بگیم و سعی کنیم که این ضعف و این کمبود رو پر کنیم و این خلأ رو نذاریم به این شکل به وجود بیاد. بنابراین این عواملی هستن از نظر من که تأثیر گذاشته. حقوق پایین این کارگر رو در کنار سفرهش با نون خالی راضی کردن. این حق دستهای ناچیز اگر امروز نره سر کار، فردا هیچی نداره، ولی اگر اعتصاب کنه و این رژیم از بین بره، امید بیشتری به زندگی، به سفره پر رونق، به شوراهایش، به حاکمیت خودش، به همه اینا دروازه‌های فراوانی رو به کارگر باز میشه و باعث این کار رو بکنه، به این حرکت ها بپیونده. از نظر من این مجموع عواملی که عرض کردم و حتما مسائل دیگری هم هست، دلایلی بودن به خاطر اینکه تا حالا جنبش کارگری به عنوان جنبش در محل کار، نه در محل زندگی، در کارخانه منظورمون، در این سطح هنوز متاسفانه نتونسته ظاهر بشه. بله، سپاسگزارم. شما اگر حرف خاصی دارین که بخوایم به گفتگوتون اضافه کنین یا نکته یا پیامی دارید، چون وقت برنامه داره به اتمام میرسه، در چند دقیقه بفرمایید. خیلی ممنون. من فقط اینو میگم که حزب ما، حزب کمونیست ایران،
تشکیلات کردستان حزب کومله در این رویدادها، در این اعتراضات و مبارزات دوش به دوش مردم آزادیخواه ایران، دوش به دوش کارگران، دوش به دوش استمدیدگان، دانشجویان، زنان قلبمون با قلبشونه. در این حرکت ها شریک هستیم. تشکیلات ما وسیعا درگیر این اعتراضات و مبارزات. همه رفقای حزبی من خیلی صمیمانه و دلسوزانه هم قدردانی میکنم به خاطر فداکاری و زحماتشون، هم ازشون میخوام که در این اعتراضات فعالانه تر از گذشته شرکت کنن و هیچ عرصه ای از این مبارزه نیست که به ما مربوط نشه. گاهن این بدفهمی در میان چپ‌ها وجود داره که گویا فقط جنبش کارگری به ما مربوطه. نه، این جنبش انقلابی، این قیام، این حرکت توده‌ای، جنبش زنان، کار در میان ارتشیان، کار در همه جای این جامعه به ما مربوطه و ما بایستی در همه اینا فعالانه شرکت کنیم. و حزب کمونیست ایران مدافع راستین حکومت شورایی، حاکمیت کارگران و برای انقلاب سوسیالیستی ما مبارزه میکنیم. اما انقلاب سوسیالیستی مطابق اراده ما نیست، بلکه محصول آگاهی، محصول تشکل، محصول سازمانیابی و محصول اراده جمعی کارگران و آگاهی برای رسیدن به اون انقلابی که بایستی مد نظرشون باشه. امیدوارم ما روزهای خوشی و پیش رو داریم و امیدوارم به این روزها برسیم و بار دیگر به همه جانبختگان هم درود میفرستم. برای خانواده های عزیزشون سر تعظیم فرود میآورم. خیلی ممنون از شما. بله، رفیق حسن، یه بیننده پیام فرستادن، محمد کلهوری، ننوشتن از کجا، گفتن که رفقا خسته نباشید. با وجود اینکه همه صحبت‌های رفیق حسن واقع بینانه بود، اما من یه سوال دارم. آیا کومله و حزب کمونیست در این مقطع چه فراخوان و راهنمودی دادید؟ خب شما در اول حرفاتون تا به این دقیقه به کارهایی که کومله، فراخوان‌ها، اطلاعیه‌هایی که کومله و حزب کمونیست ایران در این مورد و در مورد خیزش و انقلابی که در ایران در حال وقوع صحبت کردید. اگه شما جواب خاصی دارین به این سوال بیننده، فکر میکنم 1-2 دقیقه وقت داریم، میتونید جواب. خیلی ممنون از این رفیق عزیز. فقط من اینو میگم که کومله و حزب کمونیست ایران ما تا به حال چندین فراخوان اعتصاب عمومی دادیم در کردستان، چندین اطلاعیه و احزاب دیگر در سطح ایران دادیم. خودمونو در کنار دانشجویان، در کنار زنان، در کنار کارگران میبینیم و من عرض کردم تمام عرصه‌های مبارزه در این جامعه به ما مربوطه. جنبش دانشجوییش به ما مربوطه، جنبش زنانش، جنبش کارگرانش. گفتم ما از اون نوع چپ‌های به اصطلاح حاشیه‌ای نیستیم که فقط کارگر کنیم. ما هژمونی کارگر به عنوان طبقه، به عنوان رهبرانی که سیاستش، شعارش، مطالباتش بایستی همگیر بشه، عمومی بشه، اینو میخوایم. ولی در تمام عرصه‌های مبارزه من حتی به نیروهای مسلح اشاره کردم که ما بایستی در میان اونا هم کار کنیم و اونا تشویق کنیم که دست از سرکوب بردارن. بنابراین چیزی در این جامعه نیست که به جریان ما و به کمونیستان مربوط نشه. در همه این عرصه‌ها امیدوارم حضور داشته باشیم و جواب این نیاز این بیننده عزیزم داشته باشیم. قطعا همینطور بوده. سپاسگزارم از حضورتون رفیق حسن رحمانپناه، عضو کمیته مرکزی کومله و عضو حزب کمونیست ایران، از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتین. خیلی ممنون، شبتون بخیر. سپاس از حضورتون. بله بینندگان عزیز، زمان برنامه خیلی کم هستش. اکثر شهرهای ایران و کردستان همکنون مردم در خیابان‌ها هستند با شعارهایی که خواهان سرنگونی کلیت رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند. همچنین در مهاباد شعارهای بسیار رادیکال از جمله از کردستان تا جلفا قدرت به دست شورا و از کردستان تا جهرم قدرت به دست مردم داده شده. سپاسگزارم از حضورتون. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی. فقر و بندگی ز حاصل رنج کار و خستگی مان
تنیده اند تار و پود بردگی سپاه کاریم و توده های محرومان به جان شوند رهروان راهمان چو آخرین نسل بردگان و بی چیزان